الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کردند که در مسجدهای ما در تاجیکستان در سه وقت تهیه مسجد خوندن را نمیگذارند. در وقتی بعد از نماز فجر تا برآمدن آفتاب، یا که پیش از نماز پیشین میگن زوال است، وقتی زوال است، و بعد از این بعد از نماز عصر تا شام میگن که تهیه مسجد خوندن جایز نیست، یگان نماز خوندن جایز نیست. آیا همین درست است یا نیست؟ بارک الله فیکم. اولا میگویم که حدیثی که در این سه وقت نماز خوندن را منع کرده است حدیث صحیح است، و البته از عمر بن الخطاب رضی الله عنه از دیگر صحابگان رضی الله عنهم روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند و در وقت برآمدن آفتاب و در وقت زوال پیش از نماز ظهر کمی یک 5 دقیقه که زوال می شود و بعد از نماز عصر، یا که بگیم در وقت فرو رفتن آفتاب، عبادت یعنی نماز نخوانید. اما این کدام نمازها رو در بر میگیرد؟ نمازهای نفلیه که سبب نداشته باشد. خود به خودتون نیت کنید و نماز نفلی خوانید، در این وقتها جایز نیست، بله درست است. اما نمازهایی که سبب دارد، به سبب یگان چیزی به وجود می آید، در همه وقت خواندنش ممکن است. بمانند نماز توبه که بعد از گناه به وجود می آید، یا به نماز وضو بعد از وضو گرفتن، یعنی بعد از طهارت میگیم وضو گرفتن، بعد از وضو 2 رکعت نماز حق وضو، یا که نماز جنازه، و یا که موضوع امروزه اگر بگویم سوالی برادر داده، نماز تهیه مسجد. نماز تهیه مسجد این نمازی به سبب به وجود آمده است، یعنی به سبب این که شما به مسجد داخل شدید، این نماز به گردن شما واجب می شود. اولا حکم تهیه مسجد این واجب است. هر کسی که قصداً ترک میکند گناهگار می شود، از سبب جهالت باقی ندارد. هر کسی از سبب نفهمیدن یا فراموش کردن نشست از سرش ساقط است. اما قصداً ترک کننده البته ترک واجب کرده است، حکم اینه واجب میگن، و البته علمای هستند که سنتی مؤکده میگویند. بارک الله فیکم. بالعموم این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که انسان وقتی که به مسجد داخل می شود، هم زن و هم مرد باید 2 رکعت تهیه مسجد ادا نماید. وقتی که در آمد به همون مکانی که در پیش مسجد است، پهلوی مسجد است، راست است، چپ است، کدام مکانی رو که انتخاب کرد که در همون جا می نشیند، می ایستد 2 رکعت نماز میخواند، یا که در یک طرف مسجد میخواند به طرف مسجد دیگرش میرود میشیند، فرقی ندارد. لیکن 2 رکعت تهیه مسجد رو پیش از فجر، بعد از فجر، پیش از ظهر، بعد از ظهر، پیش از عصر، بعد از عصر، فرقی ندارد کدام وقتی که به مسجد داخل شد، شب است یا روز است، یا وقتی برآمدن آفتاب، در آمدن نشستن آفتاب رفت، باید 2 رکعت تهیه مسجد خواند، بند نشیند. و در این مسئله حدیث های متفق علیه و حدیث های غیر از این صحیح وجود دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. زمانی که هر یکی از شما ای زن های و مرد های مؤمن و مسلمه وقتی که به مسجد داخل شدید، اول 2 رکعت نماز خوانید، 2 رکعت تهیه مسجد، حق مسجد رو بدید و بعد از این بنشینید. وقتی که ابوبکر صدیق نشستن گفتن ابوبکر صدیق بخیز 2 رکعت تهیه مسجد خون، بعد از این نشین. و حتی در روز جمعه وقتی که امام خطبه کرده ایستاده باشد، یا که امر معروف کرده ایستاده باشد، در این وقت هم 2 رکعت تهیه مسجد خونده می شود و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل قم فصلي ركعتين، قم صلي ركعتين. چخیلی که در مسند امام احمد و در سنن و غیره ذکر شده است. یک مرد به مسجد نبوی، به مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شد، در زمانی که رسول الله در روز جمعه خطبه میکردند، خطبه نماز جمعه را میکردند. این مرد نشست برای خطبه را گوش کردن. رسول الله گفتند از درون خطبهشون را ایستادند، گفتند ای مرد خیز 2 رکعت تهیه مسجد خون و بعد از این بنشین. و این دلالت به واجبیت میکند. همین دلیل میگیرند و میگن که واجب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر واجب را بیان کردند. پس این دلالت میکند که نماز تهیه مسجد همه وقت خونده می شود و هر کسی که مخالف همین گفته و مخالف همین منهج اهل سنت و جماعت است، البته این خطا کرده است، غلط کرده است و مخالف عقیده و مخالف اهل سنت و جماعت بگیم، یا که مخالف فهم اهل سنت و جماعت و مخالف فهم صحیح حدیث ها سخن کرده است. بارک الله فیکم. و ما همیشه پیرو از قرآن و سنت میکنیم، نه پیرو از کسی دیگری. بارک الله فیکم. پس هر وقتی که به مسجد در آمدید تهیه مسجد رو 2 رکعت بخونید.